سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی من. مهدی گیمر هستم و امروز اومدیم که پارت دوم بازی جی تی وای سیتی رو با هم بریم. امیدوارم از این سری بازی خوشتون بیاد. یادتون نره که حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو تو بخش کامنت برامون بنویسید. لینک صفحه اینستاگراممون رو اینجا میاد، اگه دوست داشتید اون رو برید فالو کنید. میریم سراغ بازی. امیدوارم که از این سری بازی مثل سایر سری بازیایی که تو کانالمون گذاشتیم خوشتون بیاد. بزن بریم. بله، بعد یه وقفه نسبتا طولانی اومدیم که بازی جی تی وای سیتی رو ادامه بدیم. این پارت دوم میشه. خب واقعا یه مدتی هم نبودیم. خب اگه اولین باری که میایین تو چنل، توصیه میکنم که پلیلیست بازی جی تی وای سیتی رو حتما ببینید. تقریبا سعی میکنیم که از این به بعد پیشروی‌های بیشتری داشته باشیم تو این بازی و از این بازی امیدوارم که مثل باقی بازی ها خوشتون بیاد. خب این داداشمونه که اینطوری با میره. این خدای من تو بودی، لعنتی خودمو خیسی کرده می خودشو خیسی کرده. دیوانه های شمالی دارن میان اینجا. اون پول لعنتی کجاست؟ هین آروم باش، هنوز به اون مرحله نرسیدیم. این منی فکری میکردم تو ترتیب این کارو میدی. حالا اون احمقا طبقه دارن، یه لطفی بهشون بکنیم. من یه لطفی در حقشون بکنم؟ البته منظور منم همینه. حالا گوش کن، یا باید این کارو بکنیم یا پسر عموی فرایلی جورجیو به جرم جعل محکوم به 5 سال زندانی میشه. تو باید این افراد رو از سر راه برداری. باید به هیئت منصفه کمک کنم تا نظرشون رو عوض کنن. نه من این راه امتحانی کردم. پرونده هیئت منصفه چندان خوب پیش نرفته. وادارشون کنه نظرشون رو تغییر بدن. خیلی خوب، گندکاری بیشتر برای پاک کردن. خدای من چه گناهی توی زندگی قبلی من انجام دادم. بله، باید هیئت منصفه رو زوری وادارشون کنیم که رأیشون رو تغییر. بنده خدا رو زدی کتلت کردی گلاشی. فلوریدای احمق بیشعور. این افراد رو یه تهدید کنید نکشیدشون. اون با این موتور راحت ترم. موتور خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. جایزه داره اینا رو بزنی، مثل این که گود سیتیزن میگیرید. نه یا $50 گرفتیم. یه 6.5 hours later. آره، این اون افرادی که پلیس دنبالشونه رو اگه بزنید شما $50 جایزه میگیرید. مبلغ زیادی نیست ولی خب اگه تونستید بزنید. ولی خب زیاد خودتون درگیرش نکنید، ارزش زیاد نداره. تموم شد. خب حالا باید از این ماشین بندازیمش بیرون. خب ماشینشو میزنیم میتره کنیم. آجی بیا بیرون. بدو. خب برو کنار دیگه. با خب بیگناه، مگر اینکه من چیز دیگه ای بگم. آره دیگه بیگناه. ما دیگه با این حرکتمون نشون داریم که بیگناه. A few moments later. خطاب شده یه جون مادرت. باورم نمیشه یه اتفاق. بیگناه، مگر اینکه من چیز دیگه ای بگم. حالا خیلی هم ایزی و راحت. البته هرچی ما بیشتر میریم ماموریت سخت‌تر میشه. یه مرحله دیگه هم هستش که جلوتر بهش میپردازیم و واقعا دن سرویس کنه. اگه بفهمید وقتی اون مرحله رو بگم واقعا متوجه میشید. اگه قبلا این بازی رو انجام داده باشید یا مثلا ویدیو دیده باشید، یه مرحله دن سرویس کن داره که اصلا آدم به چیز خوردن میفته. تا اینجای ویدیو اومدید و از کارهای من خوشتون اومد، یادتون نره که چنل منو سابسکرایب کنید، این ویدیو هم لایک کنید. دوست دارید.
قربون چشای ما یک خب 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 یه زنگ میزنه. ای تامی، سانتن چطوره؟ او سانی فرولی اینجا سانتنی نیست. پولم نیست. چیکار داری میکنی؟ بهم بگو تامی، گفته چیکار شد. داری میکنی؟ من دنبال پولا میگردم سانی، نگران نباش. من منتظرم تامی. بیا این کف دست اینم مو دیدی بکنم. خندید تا قلبی سالم داشته باشید و فشار خونی متعادل. زندگی همین بود. با آدمای غیر قابل اعتماد. تامی، لطفاً آدم غیر قابل اعتمادی نباش. در حق هر دو تامون یه لطفی بکن. تاکسی خریدی؟ منتظر خبرها از تو هستم. جالبه، رنگش جالبه. خب خب بریم استارت جو بزنیم. let's go. آقای ایوری کارینگتون. هر کاری که من آره، میگم آقای میکنه ایوری تامی کارینگتون. ایشون آقای ایوری کارینگتون هستن. حاجی ایوری درست تلفظ دیده کن. باشین. به صورت مستقیم نه، سلام. ایوری پیشنهاد کار داره. ولی ما فکر دیگه ای داریم. منی دارم سعی میکنم گرگا رو پشت در دور نگهی دارم. پس میشه یه لطفی دوبلش بهم هماهنگ بکنی یا کمی بهم مثلا استراحتی بده. 20. من مثل یه سیم نازکی شدم. اگه همین طوری پیش بره تا آخر همین هفته تلفی میشه. الان داری حرف من میزنم. فقط دوست دارم فکر کنم توی فقر نمیمیرم. میشه جفتتون آروم باشید؟ پسرم اگه تو به من کمک کنی همه آدمای کله گنده کار بازار. هماهنگی. من اینو قبلا دیدم. خیلی خوب، چیکار میتونم براتون بکنم؟ این قاچاقچیای هم کننده مواد یه انبار توی سرزمین اصلی دارن. ما سرزمین باید اصلی؟ بریم آتیش بزنیم و برگردیم. در ضمن میتونی یه سری هم بری پیش رافعه و لباساتو عوض کنی. میتونه تبدیل به یه شورش بشه. مردا اونجوری که باید لباس میپوشم. یه سری به دفتر من بزن. باش. این عوضی ها دیگه کیان؟ وکلای عوضی آدمای عوضی که توسط یه سری احمق محاصره شدن. خیلی اوضاع خیته. این درش بازه اینجوری ولی نمیشه رفت داخل. خوب موتور ما کجا هستیم؟ موتور نازنینمون رو بپوشیم و لباس عوض کنیم و بریم آشوب بخوریم و شورش مولایی بکنیم. خب لباس فروشی هم همینجاست و باید بریم همرنگ جماعت. اوکی خب لباسمون هم عوض میکنیم. نایس. اسب یعنی قشنگ اسب یو میپیشه جلو آدم یوی شما آدم میریزه. اینا رو چکش باید 4 تاشونو بزنیم. اوکی الان شروع شد. میدونم الان کارگر رو افتادن دنبال من. خب این الان اسلحه رو گرفته به سمت ما. ای نزنید آقا من مثل شما چرا نمیخوره خوده. برید کنار آقا. اوی این برید کنار. حرف آدم یه بار میزنیم. حیوانید میگه. ظاهرا حیوانید. ای بابا مجبور شم از راه خشونت آمیز برم. خب دیگه باید چکش باید بریم تو کارش. تیرمون هم تمام شد. اوکی بریم عقب. بله $1000 ما دادن. ای بله آره. سلام، شما آقای رسیفی هستین؟ آره من کورتز هستم. آره شما به مهمونی من گارسیا اومده بودید. کورتز. آره یادم هست. آقای رسیفی، اتفاقی که برای شما افتاده بود بسیار ناگوار بود. میدونم. میخواستم بدونید که من و افرادم در حال پیگیری قضیه هستیم. اگه خواستید با من خصوصی صحبت کنید میتونید منو تو بار پیدا کنید. باشه؟ روز خوبی داشته باشید. باشه مرسی.
بله آقای کورتز هم به ما زنگ زدن و چند تا ماموریت هم داریم الان باهاش. آره برو سمت تلفن سکه‌ای بعد از مولینگ واشنگتن. برید کنار، من ماموریت دارم آقا. خوبه خوبه اوکی. ببینیم این چی میخواد این ماموریت. آقای ایوری کارینگتون بیا تو راحت باش پسرم. لعنتی پدرم همیشه میگفت دندون اسب پیشکشی رو نباید شمرد و هیچ وقتم این کارو نکرد. یه مقدار مواد خوب میخوای؟ مواد داشتی؟ نه ممنونم. یه آدم خوشفکر. خوشم اومد. خب معاملات ما در مورد دستمال کاغذی آب بهداشتی نیست، بلکه در مورد چیزهای کثیف و ما اینجا هستیم تا این کثافت‌ها رو پاک کنیم. تو با منی پسر؟ البته. بله اینا رو کلا اینجا رو یادشون رفته اصلا دوبله کنن. جالبه واقعا جالبه. دال زبان اصلیشو میذاشتی. اینا رفیقای جدید من هستن. من تا حالا هم تموم شد کاتسه تموم شد. خدای من شاید کلا 20% شدون. بعدیش هم اینه که دوبلاراش کمن، اصلا تعداد خیلی کم. حالا نمیدونم دوبلش مال کیه. اگه میدونید که دوبلش مال کیه و چه تاریخی این بازی به توسط چه گروهی دوبله شده حتما تو کامنت ها بهم بگید. هیکل قشنگی داری رفیق. انشالله که منظورش هم هیکل بوده باشه. خدا رو شکر نزدیکه، به اون لباس اون عوض کردن نزدیکه. خب اینجا هم باش در این حال چه اینا افتن دنبال من موتور اومدن دیگه. ظاهرا راهی نداشتیم دیگه، بره دست همین راه هست دیگه. خب این حاجی اونم این بالاست. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ این بالاست دیگه. اوکی ما از این ور میریم. این یارو دیگه کیه؟ ترتیبشو بده. بگیریدش. اون دیوانه رو بکشید. ببینم بیا ماشین تو مال من بدبخت. او یکی دیگه برداشت. دهن تو سرویس. بیا آقا موتورمو بردارم میام دهن تو صاف کنم. وای وایسا تو هم مردک وایسا. اوه شپه شدی. بله تغییر گریز کنیم. We'll help bring back dignity, and we promise it will be the best 3 months of their lives. They'll enjoy bingo, complaining, mumbling incoherently, skinny dipping, and My God, she's magnificent. خب دیگه باید بخ مردی. خب دیگه مردی. $500 هم به چنگ آوردیم. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو رو دیدید. یادتون نره که حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. لینک پیج اینستاگراممونم اینجا میاد، اگه دوست داشتید اونم برید فالو کنید. قربان شما تا پارت بعدی و ویدیوهای دیگه. خداحافظ.